برات بگم بعد برم. بگو. ببین کن 3 نفر داشتن با هم یه لواط میکردن. خب آره بعد پلیس اینا رو میگیره. جرمش که میدونی چیه؟ آره خب اعدامه. آره خب اینا رو پلیس میگیره میبره پیش قاضی. بعد قاضی میبینه جرم اینا چی میگه اعدام. بعد اینا میزنن تو سر خودشون های قاضی فلان کن تو رو خدا. میگه نه فقط اعدام. میگن آقا یه رای بذار جلو پای ما. میگه باشه میبرمتون یه جا 3 تا میوه میکنم کون. خب ببخشید هر کی بگه اون چیه آزادشون برم. میگه باشه دیگه ما که کونه ما داریم حالا یه میوه بره توش. خب اولیه میره چشاشو میبندن یه خربوزه میکنن کیش. شروع میکنه سر سا کردن. میگه چشاشو باز میکنن میگن این چی بود؟ میگه که خربوزه بود. میگن از کجا فهمیدی؟ میگه اولش خیلی خوب بود بعد وسطاش دهنم و آخرش هم خیلی خوب بود. میگن آزادی برو. دومیه رو یه دونه گلابی میکنن کونش. خب بعد اینم سر سا میکنه آخ کونم فلان اینا. میگن این چی بود؟ میگه این گلابی بود. میگن از کجا فهمیدی؟ میگه اولش خوب بود تهش دهنم و گوید. دومی هم آزاد میشه. میمونه سومیه. خب این خیار بزرگا اسمشون چیه؟ خیار چنبه. تو هم آزادی برو. سلام ایرانی. سلام. چطوری خوبی؟ قربونت برم. چه خبره خوبی؟ من شبیه همه هستم. من شبیه بدلای خیلی هستم. خیلی بهم میگن شبیه پیشرویی، پسر داییشی، پسر عمه‌شی هستم. بچه پیشرو تا حالا سر قرار رفتی؟ نه خیلی بچه اینطوری میکنی وای خدا مگه میشه؟ خیلی دوست داری بیا بریم کجا؟ خودم از بدبختی کدوم در شهری؟ کدوم شهری؟ دیگه من اول پرسیدم بودم. نه ما بزرگتریم. من بزرگتر از شما. چنده؟ از فکر میکنی چندم به نظرت؟ اینقدر کوچیک بخورم؟ کدوم شهری حالا؟ They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. سلام. چطوری خوبی؟ تو خوبی؟ من خوبم. خوبی مامانم؟ خوبی؟ چی میخوری؟ چی میخوری مامانم؟ چی میخوری؟ آره. تا حالا قرار گذاشتی با یه نفر دیت رفتی؟ وای نگو قطع شدی؟ ترین سوتی یا بدترین اتفاق خنده دارترین اتفاقی که تو دیت رفتی تو سر قرار رفتی چی بوده؟ نه زیاد سن و سالی نداشتم. فقط 18-19 سالم بود. با یه دختره اوکی شده بودم. همشهری میشه گفتم فامیل بود. خب من سر این حساب که فامیل و حالا از اقوامه هم رفتیم رستوران. اینجا غذا گذاشتیم از رستوران راحت بودم. چی بودی؟ یعنی خیلی راحت. ما بختیاری ها خوزستانی عادت داریم غذایی که مثل دلمونه با دست میکنیم. بنگال اندال بودم شروع کردم با دست. قرار اول و آخرم بود با دست. با دست رفتی رستوران غذا خوردی؟ جوری نه با دست خوردم. اینجوری برمیدم؟ بدازم تو دیگه خیلی راحتی. السلام علیکم. سلام علیکم. قربونت مرسی. چه خبر؟ تو خوبی؟ حالا سر قرار رفتی؟ بعد طبیعتا دیگه. خب خنده دارترین اتفاق یا زایترین اتفاقی که افتاده بودی چی بوده؟ مثلا رفتی یه سوتی یا تو دادی یا اون داده یا یه اتفاق افتاده اصلا؟ جلو تو طرف مثلا جلو دختره؟ آره با دوست دختره دیگه هم رفتن. What؟ ببین این عزیزم روش کن. من
امیر رو فرق داره. او امیری تو 206 سفید؟ نه 207. 207 آره دوستان عزیزم بدازم. خب بعد چی شد؟ خب بعد شما اینستا نداری؟ اینستا هم همین همینه همش رو همینه رو همین بعد جلوش زنگ زدی به اون نه پیام دادم پیام دادی داشتم چت میکردم جلو اون با اون متوجه نشد نه دیگه چه کار یه حدسایی زد بالاخره ولی مهم نیست دیگه شما هر شب با یکی بالاخره مهم نیست مثلا بفهمه نفهم با هر کسی الان میدیشت بالاخره عرض همین کار دیگه صورتی گذاشتم بک‌گراند و صورتی قشنگ اصلا صورتی میبرن اصلا هیچی ازم نمیدونم اصلا یه چی صورتی واسه دارن سفید شدن نه کلا اصلا توی امیر واقعی به افتخار 100% دقیقا شب جمعه دیگه بالاخره آدم امکان داره برای چه خودت نیستی؟ من تو خونه شونم بناسم تا خوابه بذار بخوابه نه بیدار نمیشم خوابه بیهوشش کردم بعد 5 راند طرف بیهوش میشه دیگه بالاخره 5 راند نه از پشت بالاخره طرف میمیره دیگه این تازه زنده مونده یعنی خدا صدا یعنی صدا خدا فقط یک کلام دیگه نازک ترش کنی حله قربونه داداش بنازم حالا اینقدر تجربه داری خب سرقرار اتفاق افتاده که مثلا زایه ترین یا خنده دارترین اتفاق زندگیت باشه با یکی رفته باشی سرقرار چی بوده؟ داشت من باور میشه تا با دوست دختر نداشتم نداشتی اینقدر البته بهت میخواد با این صدایی که تو داریم باید دوست پسر داشته باشی بهت برم همین الان چنل تو بگو برم ساب کنم ببین چنل تو بنویس ساب کنیم هر کی ساب نکرد بنویس هر کی ساب نکنه این هم فالو کنید ویدیو رو لایک کنید کامنت هم بذارید زود سری تون سری نه الان 3 تا بهت اضافه میشه بنازم سلام وای تو چقدر جذابی وای مرسی به جذابی تو که نمیرسی از این یوتیوبرایی؟ آره از این یوتیوبرها نه از اون یوتیوبرها چند سالته؟ 17 خیلی سنت کرده تا حالا قرار رفتی؟ داداش پس چی فقط تو رفتی؟ تو 17 سالگی رفتی قبل هنوز نرفتم چند سالته؟ من 20 سالمه تا حالا اتفاق خنده‌دار یا زایه افتاده تو قراری که رفتی با طرف حالا یا تو سوتی داده باشی یا اتفاق زایه شده باشی یا نه چقدر یوبستاری میری بیرون کدوم شهری؟ مشهد تو کجایی؟ الان حتما میخوای بگی من تهرانم نه من شیرازم داداش منم جدم شیرازیه من بابام شیرازیه خب چیکار؟ داداش نگاه کن یه زنه بود یه زن و شوهر بودن خب زنه از ساک زدن متنفر بودش خب مرد عاشق ساک زدن یعنی عاشق بوده یکی براش ساک بزنه خب بعد میگه که مرد به زنه میگه که بیا برای من امشب یه ساک بزن زنه میگه نه من عمرم براتون نمیذارم من بدم یا فلان اینا بعد زنه میگه به یه شرط برات زنه میگه به یه شرط برات مرد میگه برام ساک بزن به یه شرط میگه برای چی میگه ساک نزن برام ولی هیچ مخالفتی نباید با یعنی من هر چی بگم تو باید بگی آره زنه میگه قبوله یعنی ازت سرویس کنم تو هر چی بگی من میگم آره تموم میشه این ماجرا مرد میره فروشگاه و وسیله میگیره میادشو بعد میگه که امشب حواس یه ساک کردم یه فروتی خانوم برای من بزنه و اینا میره خونه و شروع میکنه گریه زاری کردن زنه میگه چی شده میگه بابات مرد زنه میگه نه میگه بیا مخالفت کردی بیا ساک بزن فعلا این تموم میشه بعد میره 2-3 ماه این قضیه میگذره و
بعد میاد خونه دوباره شروع میکنه گریه کردن، میزنه تو سر خودشو. زنه میگه چی شده؟ میگه داداشت مرد. میگه نه، میگه بیا مخالفت کرد. یه دقیقه ساکی شنیده بودی اینو؟ نه بیا یه ساکی فعلا. دهنت ساکی.